این حرف منو گوش بده، حالت خوب میشه، صبح یه جور دیگه از در خونه میری بیرون. چرا فکر میکنی کسی تونسته تو رو زمین بزنه ها؟ چرا فکر میکنی کسی تونسته قلبتو بشکنه، اشک از چشات جاری کنه و تو رو به این وضع بندازه؟ بابا اینا یه ذره زور میزنن. خب خدا برمیگه در وهله اول به بنده هاش میگه ببینید من بیمه شمام، نه من بادیگارد شمام. چرا این حرفو میزنی؟ در قرآن میفرماید ان الله معنا، خدا با منه همه جا و هر جا. و نحن اقرب الیه من حبل الورید، من از رگ گردن بهتون نزدیکترم. میخوای تو کثیف‌ترین بنده من باش، میخوای تو بهترین بنده من باش. من بنده منید، من خلقتون کردم، دوستتون دارم. حالا یکی اومده فکر کرده زرنگه، میخواد قلب بنده منو بشکنه. بسم الله، با شخص من خدا وارد جنگ شده. انگار به یه بچه سیلی بزنی اون بچه بره باباشو بیاره. مشتی ماشینم کارخونه میده بیرون 200,000 کیلومتر ضمانتش میکنه. ما که بنده خداییم. قصه